إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز صفتها و علامتهای منافقین را میگیریم. صفتها و علامتهایی که در قرآن کریم ذکر شده است. زیاده از 20 تا صفتهای منافقین در قرآن ذکر شده است. نفاق این ادعای خوب بودن و دوستکاری از طرف انسانهای نادرست و نابکار است. نفاق میوه و ثمر کفر است و کفر به معنای پنهان کردن حقایق و دیگرگون جلو دادن آن است. اما منافق باشد در ظاهر مسلمان و بر باطن کافر است. در حقیقت نفاقی که از نشانه های کفر در دل است. برادران و خواهران، نفاق و درویگی بزرگترین بیماری جامعه شده است امروز. از این خاطر ما انشاءالله در هر یک حلقه یک آیتی که درباره منافق ها ذکر شده است خواهیم گرفت. نفاق عقیدوی می شود، نفاق عملی می شود. انشاءالله این خیل علامت ها را خواهیم گرفت. پس بیایید اولین نشانه نفاق، نشانه منافقین را خواهیم گرفت که اولین نشانه این دروغ گفتن است. دروغ میگوید شما منافق میشوید، زیرا خداوند در قرآن در سوره منافقون یکمین آیت ذکر کرده میگوید والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خداوند گواهی میدهد که منافقان در گفتار خود دروغگوی هستند. این است علامت یکی از منافقین. اولین صفتی که خداوند در سوره منافقون به منافقان نسبت میدهد این دروغ گفتن است. یعنی در صحبت کردن چیزهایی را بر زبان میآورند که خودشان ایمان و اعتراف به آن سخنها ندارند و در دل خود میدانند که در آن حالت دروغگویی و فریبکاری هست. منافق با دروغگویی با نفع خود پنهان میکند. منافق اگر پیمان به کسی ببندد یا قول بدهد، در قول و پیمان خود دروغگو بوده و پیمان را خواهد شکست. او همچنین در قول خود دغل و نیرنگباز نیز می باشد. بنابراین برادران و خواهران، کسی به زن یا فرزند یا دوست یا یگان مردم قول یا وعده بدهد و بدون داشتن عذر شرعی قابل قبول آن را به جا نیاورد و در قول و وعده خود دروغگویی کند، به این کار خود در دایره نفاق داخل خواهد شد و یکی از نشانه های نفاق در خود پیدا می کند. در قرآن این خیل سخن ها آمده است که ما با این سخنی که قرآن میگوید باور میکنیم که هر یک سخنگویی که دروغ میگوید آن منافق خواهد شد، الا با یگان عذر نباشد. این بود اولین آیتی که ما به شما بیان کردیم.
از الله سبحانه و تعالی میپرسم که ما را از جمله صادقان گرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.